روی مهارت حرف زدنتون دقت کردین تا الان؟ دقت کردی چجوری داری حرف میزنی؟ صدایی که از اینجا داره در میاد چه مدلیه؟ چه مدلی داری حرف میزنی؟ چی کار داری میکنی؟ چه مسیجی رو داری میفرستی؟ کیرم تو جهان هستی ولش کن جهان هستی رو. چه مسیجی رو وقتی داری با فرد مقابلت حرف میزنی میفرستی؟ دقت کردی تا الان؟ امکان نداره وقتی با طرف مقابلت داری حرف میزنی اونو احساس نکنی. امکان نداره. اگه احساس نمی کنی یه آدم احمقی. امکان نداره احساس نکنی. چی داری میفرستی وقتی داری باهاش حرف میزنی؟ چی کار داری میکنی؟ من الان کاری که دارم با تو میکنم چیه؟ من صدام داره هی تغییر میکنه، احساسات تو هم داره تغییر میکنه. وقتی که داری حرف میزنی یه جایی مطمئن حرف بزن، یه جایی با شک حرف بزن، یه جایی قدرتمندانه حرف بزن، یه جایی احساس بده به حرفت. من با این مخالفم، با کلمه های قلمبه سلمبه مخالفم. اگه تو توی صدات خدا باشه نفوذ کلام داری، نیاز نداری بری دنبال کلمه های قلمبه سلمبه. قلمبه حرف زدن ایگوه. بفهم